اینجا مسجد مکی زاهدان یکی از زیباترین مسجدهای دنیا. معماری رو ببینید فقط. همیشه خیلی دلم میخواست از مسجد مکی معروف دیدن کنم. بالاخره وقتی اومدم زاهدان قسمت شد بیام و ببینمش. راستش وقتی اولش چشمم بهش خورد ماتم برد. فکر نمیکردم اینقدر زیبا و بزرگ باشه. منو یاد مسجد احمد سلطان ترکیه انداخت. یه معماری فوق العاده زیبا از ترکیب معماری اسلامی و بیزانسی. این مسجد سال 53 به همت مولوی عبدالعزیز در مساحت 600 متر با 2 مناره به ارتفاع 37 متر ساخته میشه که بعد از تقریباً 20 سال با رشد جمعیت و نیاز به فضای بیشتر برای نمازگزاران قسمتی از مسجد تخریب و در دست توسعه قرار میگیره که هنوز هم ساخت اون ادامه داره. توسعه این مسجد توسط مردم و خیرین انجام میشه و از هیچ دولتی هیچ بودجه‌ای دریافت نمیکنه. در حال حاضر این مسجد 33,000 متر